یا مرده که لیلابادی ساعتی ممکن همی 10-11 همی 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد ماشین خطی یکی چراغاش میموره وای نوشافی نمیدونه چی کار کنه ایسوسو نگاه میکنه که یکی یک همین ماشین کفا یا ماشین چراغاش گیران اومده سه انا میگه یک ماشین اومد کفاش میشنم در ماشین میشینه تیار میسه ماشین میگذاره کفای میره یک اون ماشین میسه اینه بیستاده او یکا اون ماشین تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکه شما کفای من کجا میرید یک کسی که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نخیر رفتشین ولی یکی بختی بیر بگب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوشه گو میکنه پریشان خاطیر ایسوس همین سرش ویران بعد در اونی ترالیبوس با میشیند لبای اکی بختی رو میگوی او جهازی میبیوی رفتشین جان تسد ما تگی بلا بنمان بعد پریشان خاطر در اون ترالیبوس انا اومد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم ما نامه نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلامتون نغزای نامو چیه؟ صنوبر دختری؟ ها ما با بچه کده برای چکم فتا گشتیم اینه کو قندو تا ان میخیگرد یگون بچه تو لیز نمیگرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگردم فهمیدی تو چی برای انگی بچه پریوچیک یک کسی دیگه کی این بچه که شروع بیا سلام کنیم اینجا بیا با جنوشه بیا اینجا السلام علیکم تاقا جان نغزین تیجه خوبی نام شما چی چی گفت دقت نامتون چیه چی گفت نامو چیه صنوبر نامی بچه چیه نام تا بگو نامش چی بوده افبر تو ای کجایی ای دنغره خرسک دنغرگی نامش چی بوده ای بچه نامش چیه تو ای کجا اومدی اخانه قندو این جوره ای منی حضمت چه شکلات میده پول میتیم هر دومو جوره این همسی فی من مازیش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی که آمدی اخانه قطی که خانه میری راو خاچوا مردمی دنگاره که دیگه میزنیم سنابره قطی که اومدی قطیوچم آتات کو آتم خونه ده دادنگره چند روزه اومدی 8 روزه یکنیم هفته ما تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز اومده آتاتا نغز ببینی آچتا آچتا کندو تازه این لباسه کی خرید آچم پولا کی داد آتم آتات کار میکنه ها دا کجا در خونه آچت چی کار میکنه آچم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه در خونه کار میکنه چی کار میکنه کار چی کار کار میکنه چی کار اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه خندوش ازنه سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچت چی کار میکنه میخره خندو تزن
تو آچه نقض میبینی یا پولا؟ پولا. یک قرصه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا. ایدنگر آمده اینجا بیا. هم بخ 84 بگم این گل مهمان داده. او جون شما. با گل ادم پس گیر بیا. او جون شما. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیزمی؟ این بخ 84 ببینید. ای 7 ساله مخلص داره. شما کجا اومدید؟ ما ای خطلان زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام صورتش معقوله؟ آرام آرام بست کدام صورتش معقول؟ جنبان 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 زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا برو قرصه که استقبال میگیریم. بخ مهمان‌ها از تمام کنار جنوبی هم وادی ختلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز آمدند. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیانس سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیانس میشه سرودهای نو میخونی. این مایله و خیلی گل دخترها جوانو مایلش تاغام ببینید اگه اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان معقولش ندیدم جنبان اونجا. جنبان الله که فهمیدید شما با یگان سرود دیگه شما میدونید شما تاغا جون شما چند ساله 58 نیکی دامورتون چینار هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای بخ 74 مخلص یک روز ما دیدیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص علی پرسه فایزالی است همین تاکه فایزالی می فایزی علی واه یک از دو نام داره تمام کنسرت های بخ 84 است همین کسی او زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک کارت برای مخلص دومی بخ 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنقره کردی سلامت باشی حالی آدم پس با برو گوی خواهر جان ای جوره جان میگم خشه مرحمت جنبان جنبان و من یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دختران مخلص اشهدی بخ 84 شما این یگان سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی ای بیاد اینجا بیاد بیاین دو تا دختر بیا 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 با کی شما چی خواهر بیا لا یا بیا 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 اینجا بیا بیا خواهر این دیگه نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا با نام شما دیلانگیز ایجاستو ما پیش رابیا استم بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خود شما از کجا دیلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد بخ 84 او سلامت باشی یگان سرودش معقول تو با کدام سرود چه میدونی کنی جنبان جنبان آخه این جمهوری یگان بالا داره می جمهوری چی منو داره بیا وای گوید می جنبانی چیه زمین و زمانه چی می جنبانی زمین زمانه چخیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان دو بسرش خان جنبان جنبان خوش رو چه جنبان قدی لرزانم مردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جانم بناز میره یا ایسته من قدماتا آیسته تر با جمان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جمهوری که کبلوکه بونش میده مالش می شما یگان سرود دیگر چه میدونید بخیر همین میدونید میخونیم گپ نیست مرا نه من نه مالش حاضر میخونه دیگه کبلوکه احتیاط کنید مالش می سلامت باشین روی زنده باشین جنبان
رفتیم مرا سلام علیکم